سلام. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. سجاد افرا هستم از استودیو لامور. به اولین قسمت از مجموعه جامع سبک‌شناسی دکوراسیون داخلی خوش اومدید. توی این سری از ویدیوهای سبک‌شناسی قراره با هم به دنیای پر از رنگ و فرم دکوراسیون بریم و سبک‌های مختلف رو نه فقط یاد بگیریم بلکه بفهمیم چطور توی خونه هامون پیاده‌اش کنیم. امروز قراره بریم سراغ یکی از مهمترین، پرکاربردترین و در عین حال پر ابهام‌ترین گروه، یعنی سبک مدرن و معاصر. اسمشون شبیه به همه اما تفاوت‌های مهمی دارن. سبک مدرن ریشه در جنبش مدرنیسم داره که اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 شکل گرفت. این سبک واکنش بود به تجملات سبک ویکتوریایی و کلاسیک. معمارها و طراحهای اون دوران مثل لیو کوبوزیه، والتر گروپیس و لودویگ مایز وندررو دنبال فرم‌هایی بودند که عملکرد رو در اولویت قرار بده. اصل مهم این سبک اینه که فرم تابع عملکرده، یعنی هر چیز باید دلیلی برای بودنش داشته باشه بدون هیچ تزیینات اضافه. برای درک بهتر سبک مدرن بیایم ویژگی‌های اصلیش رو با هم بررسی کنیم. اول سادگی در فرم و ساختار. خط‌های صاف، حجم‌های ساده، فضاهای باز مثل آشپزخونه‌ای با کابینت‌های بدون دستگیره و سطح‌های صاف و براق. دوم پالت رنگی خنثی، سفید، طوسی، مشکی یا بژ. رنگ‌ها معمولاً زیاد جیغ نیستن و فضا حالت آرامش بخشی داره. سوم متریال‌های صنعتی مثل فلز، بتون، شیشه و چوب ساده. ترکیب فلز براق با چوب طبیعی تو این سبک خیلی رایجه. و چهارم استفاده از نور طبیعی. پنجره‌های بزرگ و پرده‌های ساده یا حتی بدون پرده. نور خورشید یکی از عناصر مهم طراحی محسوب میشه. اینجا خیلی‌ها دچار اشتباه میشن. مدرن یک سبک تعریف شده با قوانین مختص به خودشه، در حالی که سبک معاصر سبکیه که با زمان تغییر میکنه. بعضی از نکات طراحی مدرن این هاست: فرم‌های مینیمال، متریال طبیعی و خام، طراحی پایدار و ساده. ولی تو سبک معاصر فرم‌ها خلاقانه‌ترن، رنگ‌ها گاهی جسورانه میشن و همه چیز انعطاف‌پذیری بیشتری داره. دیدید؟ تفاوت‌های مدرن و معاصر خیلی کمه و شاید تشخیصش سخت باشه. الهام گرفته از دهه 50 میلادی، مبلمان پایه چوبی، رنگ‌های گرم مثل خردلی و سبز زیتونی و طراحی ارگانیک. برگرفته از فرهنگ کشورهای شمال اروپا، طراحی سبک، فضای روشن، چوب‌های رنگ روشن و تمرکز بر راحتی. تلفیقی از عناصر مدرن با فضای صنعتی، لوله‌های نمایان، دیوار آجری و یا میزهای فلزی. مینیمالیسم خیلی ساده است، حذف هر چیز غیر ضروری، فقط فرم و عمل کرد. اول دیوارها رو همه رو سفید میکنید. بعد یه مبل مینیمال با رنگ سرد و روشن ترجیحاً آبی اضافه میکنید. حالا یک کتابخونه ساده با چند کشویی که منظم نباشه هم اضافه میکنید. یک پرده توری ساده هم به پنجره اضافه میکنید. میتونید پایینش رو گره نزنید ولی اینجوری قشنگتره. برای اینکه دیوار بیش از حد ساده نباشه، یه تابلو سبک اکسپرسیون یا آمپرسیون یا بقیه سبک‌های مدرن اضافه میکنید. یه فرش طوسی ضخیم و ساده میتونه فضا رو جذاب‌تر کنه.
برای اینکه از حس و حال طبیعت انرژی بگیریم، یک گلدون بزرگ هم نیاز داریم. میتونیم کتابخونه رو با یه مقدار کتاب و چند تا گلدون سرامیکی مینیمال تزیین کنیم. یه میز جلو مبلی گرد ساده و یه اکسسوری با رنگ متفاوت طراحی اون رو جذاب‌تر میکنه. حالا برای اینکه از قانون 60-30 پیروی کرده باشیم، یه رنگ و طرح اکسنت میخوایم. مثلا یه آباژور. به نظرم کافیه، فقط یه امضا کم داره. سبک مدرن یه جور طرز فکره، ساده سازی، تمرکز روی عملکرد، احترام به مواد طبیعی و آرامشه. اگر دنبال خونه‌ای هستید که خلوت، کاربردی و در عین حال شیک باشه، مدرن بهترین گزینه است. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. توی قسمت بعدی میریم سراغ سبک معاصر و کشف میکنیم که چطور میتونه همیشه در حال تغییر باشه. تو کامنت ها بنویسید که سبک مینیمال و مدرن ایدئال شما هست یا نه. برای اینکه سبک‌های بعدی رو از دست ندید، ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. تا سبک بعدی، خدا حافظتون باشه.